سلام دوستان، خوب هستین؟ یک موضوعی رو مطلب خیلی جالبی رو میخواستم از بشار بگم بهتون. دیروز یه ویدیویی داشتم نگاه میکردم راجع به ماندلا ایفکت. یه خانومی توی این گرده همایی هایی که دارن پرسید ازشون که این درسته که توی دهه 80 تایملاین عوض شده و ماندلا ایفکت بیشتر شده. ماندلا ایفکت رو توضیح میدم بعد بشار جوابی که بهشون داد این بود که شما باید آگاهیتون گسترش پیدا بکنه و بتونین بیشتر از یک هیستری رو قبول داشته باشین، در واقع متوجه فرق‌ها باشین، در واقع یه جوری مقایسه گذشته با آینده، گذشته با حال. خب علتی که آگاهی باید گسترش پیدا بکنه به خاطر توانمندی هایی هستش که باید به خودمون بدیم. به خاطر گسترش آگاهی توانمندی هامون بیشتر میشه و زمان حاضری رو برای خودمون خلق میکنیم که کاملا با گذشته متفاوته. و وقتی به گذشته‌تون نگاه میکنیم میبینیم که انگار این گذشته من بود، ولی اونو به صورت فیکس دیگه نگاه نمیکنیم بهش، نمیگیم این گذشته همیشگی من بود. چیزی که الان مثلا فکر میکنیم میگیم گذشته من همچین اتفاقی افتاده و همیشه هم همینه، وقتی به خاطر بیارم همیشه همین خاطر است. وقتی شما درگیر یه پروسه پیشرفت مداوم میشین از لحاظ ذهنی، دیگه وقت ندارین که به گذشته فکر بکنین و چشم به هم میزنین و میبینین که اتفاقای جالبی برای خودتون پیش آوردین، به حدی فهمتون از همه چی تغییر کرده که دیگه قدیم و انگار شما نبودین که اون زندگی رو کردین، اون زندگی رو داشتین. خب یه مثال جالب از رشد آگاهی سوال آگاهانه پرسیدنه و این خانم دوباره برمیگرده و یه سوال آگاهانه خوبی میپرسه که نشون میده برده‌وار ما چیزی رو که شما میگین قبول نداریم و میپرسن که خب پس اگر واقعا گذشتمون رو عوض میکنیم چطوری میشه که یه سری نشونه ها دوباره ظاهر میشه و میدونی که تو این اتفاق برای تو افتاده. بشار میگه منظور ما این نیست که گذشتتون رو پاک میکنیم و دیگه اون خاطره وجود نداره. میگیم که شما اتفاقای جدید رو بر اساس خاطرات بد رقم نمیزنیم. اتفاقات جدید رو بر اساس ادراکی که مثلا دیروز و یه ماه پیش کسب کردین درست میکنین، نه بر اساس خاطرات مثلا بچگی. اوکی، اون خاطرات هست، میاد بالا، نشونه هاش میاد بالا، ولی مثل این هستش که شما نشونه های خاطره های قدیم میاد بالا فقط برای اینکه به شما نشون بده که الان کجا هستین، که مقایسه بکنین، ببینید، بگه که مثلا نگاه کن اینجوری بود و الان اینطوری شد، زندگی تو قدیم این بود و الان اینو خلق کرده برای خودت. و یه مثالی میزنه از فسیلایی که پیدا میشه، میگه که آگاهی انسان مثلا فکر میکرده که تاریخ روی زمین 10,000 سال قدمت داره، فسیلایی بر اساس فسیلایی که پیدا میکرده، و هر چقدر آگاهیشون میره بالا و سوالای هوشمندانه تری میپرسن، یهو لابلای اون فسیلای 10,000 ساله و 8,000 ساله فسیلی پیدا میشه 100,000 ساله و دوباره شما رو به چالش میکشه که ممکنه که زندگی روی زمین بیشتر از این 10,000 سالی قدمت داشته باشه که ما فکر میکنیم. اون فسیل 100,000 ساله که اومده بالا
مثل خاطره قدیم شماست که میاد بالا که نشون بده که شما آگاهیت رفته بالا. ببین اینو قدیمیه رو داری میبینی و جدید تو الان مقایسه میکنی و میبینی اصلا این کار مال من نیست. اون فسیل 100,000 ساله در واقع مثل خاطره شماست که یادآوری بکنه، نگاه کنین ببینین شما قبلا کجا بودین و الان کجا هستین. فقط محض این که ذهن شما بتونه مقایسه بکنه اون خاطره میاد بالا، وگرنه شما الان چیزی مثل اون خاطره نیستین. و ماندلا افکت رو در واقع یه مثالی اون خانومه براش میزنه. دوباره سوال میپرسه و هنوز قانع نشده. دوباره سوال میپرسه که خب ریچارد سیمپسون اگه اشتباه نکنم یه استاد ایروبیک بوده، یه آقای توی دهه 80 که شاید شما یادتون باشه همش یه هدبند قرمز داشت. میگه که ایشون رو ما همیشه تو ذهنمون با هدبند هست، ولی الان عکساشو هر جا سرچ میکنی توی اینترنت با هدبند اصلا نمیبینیش. و این اتفاقیه که اون تایملاین عوض شدنه باعث شده که ما دیگه ماندلا افکت رو تجربه کنیم. این مثال ریچارد سیمپسون رو میزنه و میگه که این ماندلا افکتی که من میگفتم در واقع همینه. وقتی چون ماندلا افکت خیلی مثال معروفی که باعث شده این به اسم ماندلا افکت معروف بشه این هستش که خیلی فکر میکردن ماندلا توی زندان فوت کرده، اینجوری تو ذهنشون ثبت شده بود. بعدش مشخص شد که نه، ایشون فوت نکرده و این به خاطر عوض شدن اون تایملاین است که میگن کسایی که توی اون تایملاین قبلی بودن دیدن و تجربه کردن که ماندلا فوت کرده و کسانی که توی تایملاین جدید هستن براشون توی اون تایملاین جدید ماندلا فوت نکرده. و همچنین اتفاقایی توی خیلی چیزای دیگه افتاده که بحث داغ خیلی از محافل آمریکاست. و این خانم میگه که تنها چیزی که از ریچارد سیمپسون الان میتونی پیدا بکنی با هدبند این هستش که بری از مغازه های هالووین، کاستیم هالووین میفروشن، اونجا تنها جایی هستش که کاستیم رو میخری و میبینی که هدبندش هم هست. این یعنی تایملاینی که عوض شده یه نراتیو جدید به مردم دادن. نهایتاً چیزی که بشار میگه این هستش که زمان حالتون رو اگر عوض بکنین گذشته عوض میشه و به نظرم هممون تجربه کردیم اینو. شما یه چند روزی رو سعی کنین تنها باشین، فقط ذهن خودتون باشه، ذهن کسی روتون تاثیر نذاره. برین یه جایی مسافرت، مثلا یه جایی باشین که فقط خواسته های خودتون رو انجام بدین. هر موقعی که دلتون میخواد بیدار بشین، جاهایی که خوشتون میاد برین، قدم بزنین، مدیتیت کنین، مطالبی که خوشتون میاد بخونین، فیلمی که دوست دارین، لباسی که دوست دارین بپوشین، غذایی که افکاری که خودتون دلت میخواد رو در واقع مرور کنین. وقتی برمیگردی میبینی که خانواده‌ات یا دوستات راجع به چیزایی مثلا صحبت میکنن، همینجوری یه لحظه میمونین که این چیزی که شما راجع به صحبت میکنین و اختلاف دارین انگار کامل شما عوض شدین، مثلا جامپ کردین میگه. اگر خودتون توی اون محیط و توی اون شرایط گفتگو بودین 2 روز پیش شاید شما هم همون بحثا رو میکردین، شما هم همون مکالمه رو داشتین، ولی الان درکتون از همه چی بیشتر شده. خیلی وقتا اون
دردی که میکشیم یا اون نظری که داریم مثلا نه درد خودمونه نه نظر خودمون، این دقیقا مال کس دیگه‌ایه بدون اینکه ما متوجه بشیم. هیپنوتیزم شدیم و فکر میکنیم این مال ماست. برای همینه که بشار میگه درکتون و آگاهیتون رو ببریم بالا و خیلی چیزای گذشته عوض میشه، حتی چیزای مثلا مال یه هفته پیش عوض میشه براتون. دیگه اون کانورسیشنی که دوستاتون و اطرافیان دارن دیگه برای شما قابل درک نیست. کاری که شما مثلا یه هفته پیش کردین که این من بودم و واقعا این گذشته‌تون دیگه مال خودتون نیست، عوض میشه به همین سادگی. خب یه چیزی راجع به ماندلا افکت ناتموم موند بگم که درسته یه سری از آدم ها هم تجربه قدیم جدید رو دارن توی 2 تا تایملاین و چون جفت آدم هم زنده هستن، جمعیت آدم ها و راجبش صحبت میکنن، اینجا جایی هستش که دیگه نمیشه فراموش کرد. اگر تایملاینی عوض شده یا اگر نراتیوی عوض شده، یه چیزی که تعریف میکنن که به خورد ملت بدن اون عوض شده، به هر حال اتفاق افتاده و چون 2 جمعیت وجود داره میتونن مقایسه کنن، راجبش صحبت بکنن، به اسم ماندلا افکت ثبت شده، معروف شده و خیلی از این اتفاقا مثل ریچارد سیمپسون که گفتم تکرار داره میشه و خیلی ها یادشون میاد، میگه این که با هدبند بود الان چرا عکساش اصلا هیچ اثری از هدبند داشته باشه نیست، انگار مثلا کل ویدیوهاش هم پاک شده، گل گذاشتن سرش. اینه که تو زندگی شما هم ممکنه باشه همچین چیزایی. مثلا یه خاطره ای رو اگه با جمع از دوستان مثلا یه جایی بودین، یه سری یه جوری یادشون مونده، یه سری یه جوری دیگه. نمیگم لزوماً به خاطر این ماندلا افکت بوده، ولی توی اون سالها، توی سالهای 80 اگر یه اتفاق مثلا بزرگی که توی جامعه هست یه سریا به یه شکلی یادشونه و یه سریا به یه شکل دیگه ای، این قطعا تاثیر ماندلا افکته. حالا تاثیرات دیگه هم هست که اگه بعداً ستوری گذاشتم میگم چه شد، ولی به هر حال این چیزی بود که توی گرد همایی بشار بحثش شد. گفتم بحثش ناتموم نمونه، حالا که گفتم ماندلا افکت و ریچارد سامسون رو گفتم اینم اضافه کنم.